امروز فقط یه قانون داریم، اونم اینه که آقا مانی نباید بخندی. اصلا نباید بخندی؟ اصلا اگر بخندی میبازی. کسی که بتونه خودشو کنترل کنه و نخنده میتونه هر غذایی که دوست داره توی شهر ما سفارش بده از داخل همین شهر. آماده ای؟ آمادم. بریم. بچه قبل از اینکه بریم برای ویدیوها، برای این کلیپ ها، باید بگم که این کلیپ ها وایرال شدن. این کلیپ ها بازدیدهای میلیونی دارن. توشون هم کلیپ ایرانی هم هست. فکر کنم بچه‌ها برامون فرستادن. کلیپ های جهانیه دیگه و ما قراره به اینها ریاکشن نشون بدیم. ویدیوی اول. آماده ای؟ آمادم. بریم. هم صورت داره برمیگرده. خنده هم نبود. خنددار نبود. قبول نیست تو، من تو رو نمیبینم، زیر نظر ندارم. نخندی نمیخوام. بریم. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. آقا قبول نیستش. این ویدیو واقعا قبل از اینکه پلی کنی بگم این ویدیو واقعا من نابود کرد. یعنی من تا مرز خنده رفتم و برگشتم و فکر کنم اصلا همون تا قبل از اینکه بخواد سوار آب بشه فکر کنم حداقل 2 لیتر آب خورد و قبل از اینکه سوار آب بشه، یعنی بیاد قشنگ روی آب بیسته یا قبل از اینکه بره آب خوردش. بریم برای بعدی. این تایه خورده از جایی که رفت برای پله ها، تایه خورده رو هوا بود. یعنی یه خورده رو هوا رفت تا بخور زمین. خیلی جالب بود. خندیدی؟ دیگه من خندیدم. من یک امتیاز منفی دارم. یک امتیاز منفی. بریم بریم. بله بکنم ادامه داشتش. بزن. that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, don't do it things right. یک امتیاز منفی من، هر دو یک امتیاز منفی داریم. درسته؟ خب بریم برای بعدی. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? من نخندیدم. نخندیدی؟ اوکی پس من 2 امتیاز منفی دارم. بریم. چرا بیدو خالی رو داد دستش؟ اونم میخواد. من یه لحظه گفتم زنه نشسته روی اون دستگیره میخواد بره، این نشسته بره، بعد دید این به هیچ جا وصل نیست، میله خالی رو داد بهش. همش استیلش گارد گرفته بود برای بالا رفتن، ولی بعد دید این به هیچ جا وصل نیست. جالب بود. این خیلی جالب. من چند امتیاز منفی؟ 3 امتیاز. تو اصلا تو یه امتیاز منفی داری. 3 تو امتیازات خودتو جمع کن دیگه. 3 امتیاز منفی. بریم. برف و سرخ خوردن. چه تقلایی میکنه که سر پا بایسته.
با چه زوری سوار ماشین شد. حالا اینو کی میخواد ببره خونه؟ اینو گذاشت اونجا خودش تنهایی کجا میخواد بره الان؟ چطوری این رد میشه؟ اون نتونست. بابا آفرین. با ماشین نمیفتم. با ماشین چی شدیم؟ سر بخوره. به اون نخندیدی؟ به قبلی؟ نه. واقعا؟ خب نه من 3 تا منفی هستم، مانی 2 تا منفی، درسته؟ خب بریم. Let me tell you something. 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 Wait. خب بگو برای چی رفتیم اونجا وقتی اینقدر میترسیم؟ چه دادی میزنی؟ Wait. No. Wait. What did you want to tell me? Both of you guys. از این Double check. ارتفاع Double check. چی شد؟ دیگه بقیه‌شو نشون نداد. خنده‌دار نبود. نه. من ترسیدم. خیلی جلوی خودم میگشتم چشمام پر اشک شد. این نامردیه، این دیگه نمیتونستم طاقت بیارم. خیلی فشار اومد. یهو چرا کلا سیستم یارو عوض شد. بریم. نه دیگه نخندیدیم دیگه. نه من خندیدم نه مانی. آره. به هم بس. Hello? وای خیلی سخت بود این. میدونی به چی خندم گرفت؟ اون تیکی که داشت مسواک میزد، بعد که ترسید مسواکو تون زد. اصلا یه لحظه خیلی جالب شد. مسواک داشت میزد، اون که ترسون اینجوری کرد تون مسواکو، مثل کار که دستگاه تمیز کننده دهانه، یه مسواک جدید خودش جلو عقب میره. من 4 منفی، مانی 2 منفی. بریم برای بعدی. عروسیشه. Степан, согласен идти. Я законный воный. Или заехал. چرا اونجوری شده؟ مست. مسته؟ Кольцами. Кольца где? Кольца. اون یکی هم مسته؟ Степан, помогите. چرا؟ باورم نمیشه. حلقه رو اون یکی انگشتش رو آورد بالا برای این. داریم میشینه که. Гуляю вас نه معلوم نیست. мужем и женой. نمیکنه. داره میره داشت میره عاقل رو بغل کنه. این از اون اول میخواست بره اون کسی که خطبه عقد رو میخونه میخواست بره اونو بغل کنه، اینو نگه داشته بود، اصلا هیچ تمایلی به عروس نداشت. تو حین ویدیو خندید یا آخر ویدیو؟ بچه تصویر بردارمون رفت و دیوار جا همه میخندن. یعنی کسی که نمیخنده ماییم. خب در حین ویدیو خندیدی یا آخرش خندیدی؟ تلویزیون. Ne istiyorsunuz oğlum siz bu milletten? Niye korkutuyorsunuz oğlum siz bu milleti? He? Bok mu var? Çok yaratıcı amına koyayım.
این چرا به هر کی میرسه توف میکنه؟ خیلی جالبه. توف نمیدی؟ توف دست محبت میکنه؟ چقدر همیشه آب داره؟ تفنگ میزن. توف. بیا توف. خب توف. اون چی میگه؟ با بقیه غذا شو توف میگه. بده توف. بعدی بیا توف. چرا اینجوری میکرد این حیوان؟ اینا حیوانات جالبی هستن. اصلا فکر کنم یه برنامه باید راجع به این حیوان صحبت کنیم یا بیاریمش داخل استودیو. بیاریم. چی خب حالا بیاری؟ میخوایم صحبت کنیم، داریم صحبت میکنیم تو. چی بیاری؟ این حیوانو بیاریم اینجا بذاریمش باهاش صحبت کنیم. بچه‌شو بیاری. توف نمیتونی بکنی. بچهش نمیتونه توف کنه. بچهش چقدره؟ این اندازه میشه بچهش نه؟ اندازه من. از توی بچهش. خب اینم نخندیدیم. بریم همون موندیم دیگه، همون امتیاز 4 منفی 3 منفی. بریم برای بعدی. خب نخندید دیگه. نخندید. بریم برای بعدی. آسانسور خنده‌دارترین دوربین مخفی ایرانی. خب بریم. Çünkü adam için mesela ben bir söz demişim. Burada cenab kadar olmaz. Ben özüm. Baba ne yaşıyorum oysa. الکی Kırma onu kırma. Ona değil. Gülle değil ona. Adam gülle değil ona. Evet. Ben buradayım sana. Gülle değil. Gülle değil. همدم میدونم سمت مرده. چرا بازم نیاد؟ مخاطر میگیره. Ona değil. Niye ki? Bana yok. Bak hadi. Gelsin de yukarı. Siyemde. آسانسور چرا باز نمیشه؟ Kaydı ona. Hadi kime değirmeyin ona. بعد اینقدر از لایه پای اینا رد شد از اون بر اومدیم دیگه اونجا که جا نبود پاشونو بازار خودش باز میکرد که از لایه پاشون رد شه. وای چقدر جالب بود. این کلیپ ایرانی بود آخری، مال ترک بود. داره واقعا ویدیو جالبی بود. باور کنید ایرانی از همه‌شون خنده‌دارتر بود. خیلی جالب بود. خب بچه‌ها دیدید که کی مقاوم‌تره و بیشتر میتونه خودش رو کنترل کنه. مانی اینجا خوشحال نشسته و قبل از اینکه بریم برای اینکه ببینیم مانی چه جور غذایی رو میخواد سفارش بده، خواستم بهتون بگم که تو کامنت ها حتما برامون بنویسید که با کدوم کلیپ بیشتر خندیدید. اگرم که به این سبک ویدیو علاقه‌مندید حتما برامون تو کامنت ها بنویسید تا ویدیو بعدی رو بهتر درستش کنیم و خنده‌دارتر. میرسیم به شما. آقا مانی غذایی که دوست داری سفارش بدی چی هستش؟ پیتزا. فکراتو کرده بودی از قبل. خب بریم برای سفارش پیتزای مانی. خب بچه‌ها همونطور که می‌بینید پیتزای مانی آماده است. امیدوارم که تصویر پیتزا رو خوب ببینید. من میتونم بخورم؟ نه اجازه ندارم بخورم. صد همه زرامی میخوام بهت بدم. همین؟ نگاه بچه اگه شکلش شبیه پیتزای ایرانی نیست به خاطر اینکه توی آلمان در نهایت پیتزا همینه دیگه، همینی که میبینید.
خوشمزه است؟ بد نیست. تو چرا همه غذا رو میگی بد نیست؟ نمیدونم از دارم. یه گاز میتونم بزنم؟ نه یه گاز هم نمیتونم؟ نه. باشه. نگاه کن. ها؟ نگاه کن. دارم نگاه میکنم. خیلی نامردیه. من حداقل یه دونه از اونا رو میتونم بخورم دیگه. این خیلی نامردی. قبول آقا قبول نیستش. قبول نیست. این همه رو داره تنهایی میخوره و اصلا قبول نیست. یه گاز. نه حداقل بخور زودتر تمامش کن دیگه. نه خواهم آروم بخورم. آروم بخوری. غذاش هم که آروم میخوره. تمامش کن. چرا؟ بذار من با بچه‌ها خداحافظی کنم. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا با ما بودید. حواستون باشه اون دکمه سابسکرایب خراب نشه که ویدیو ما رو از دست بدید. شوخی کردم. تنها چیزی که نباید بذارید خراب شه باورتونه. چون با باور خوب هر چیز خرابی رو میتونید از نو درست کنید. خداحافظی نمی‌خوای بکنی؟ نه هم بخورم. تا ویدیو بعدی. بچه ما زودتر خداحافظی کردم که یه خورده از این پیتزا بهم بده. دولوپی داره میزنه، حتی به دوربینم نگاه نمیکنه. نگاه کن این پیتزاشه. دولوپی داره میزنه. مانی صدارم نمیشنوه. مانی همیشه هم غذاشو آروم میخورده، الان داره تون میخوره. مانی